مردم قهر خدا بیچاره‌مون کرد. مردم دست بردن از گناهان. مردم هرچی توی چشاتون نگاه میکنن، این چشمایی که خدا تو کاسه کله ما گذاشته 500 سال عمر بکن نیست. مردم وایسا جلو آینه نگاه به چشات بکن، والله این چشما داد میزنه ما مردنیم. مردم به خدا میمیریم. مردم به خدا شب اول قبر ما میره. مردم والله بدنمون رو سنگ مردشون کنه خواهده. مردم به خدا از زن بچه‌مون جدا میکنه. مردم به خدا لباسمون رو میکنه. مردم این بدنمون رو یه روزی رو سنگ مردش کنه میکنه. مردم یه روز نوبت ما میشه میگه کفنش رو بیاری. مردم تابوتمون رو آماده میکنه. مردم به خدا یه روزی سرازیر قبر رو میکنه. مردم به خدا یه روزی بسیار نزدیک صورتمون رو خاک قبر میکنه. مردم شب اول قبر علی میاد بالا سرمون، رومون نمیشه به علی نگاه کنیم. چرا تو عروسی عرق بخش میکنیم؟ خدا مرگ به من بده. از کجا بگم؟ از کجا بگم؟ از چی بگم؟ چقدر بگم؟ خندوندم و گفتم، داد زدم و گفتم، آرام حرف امام زمان رو گفتم، التماس دور کردم و گفتم، دیگه چجوری بگم؟ چی از جون امام زمان میخوایم ما؟ چی از حجت ابن حسن میخوایم؟ ما که از غم کشتیمش دیگه. آقا خدمت امام زمان رسیده، تو جمکران یکی از علمای قوم میگفت پوست و استخون شده پسر فاطمه، زیر چشماش کبود شده پسر فاطمه. آقا چرا یه جوری شدی؟ میگه از دست شیعه هم دارم میسوزم و میسازم. اگه خانم میای مهدیه، اگه جوان عزیز امام زمانی، حجابت رو، نگاهت رو، قیافت رو، موبایلت رو، کامپیوترت رو، ماشینت رو، خونت رو، اتاقت رو، زندگی تو امام